بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، با یک ویدیوی جدید شما خوبان را به کانال دنیا تیوب خوش آمدید میگویم. یکی از مخاطبین همیشگی ما لینکی از یک ویدیوی پرسش و پاسخ دکتر ذاکر نایک به زبان انگلیسی که درباره تاریخ قیامت، علامت و نشانه های قیامت و خروج دجال می باشد فرستاده بودند تا به زبان فارسی ترجمه کنیم که اینک وقت مهیا شد تا آن ویدیو را ترجمه نموده و به نشر برسانیم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasir Ramazan from London, born and brought up, Dr. Saab. First of all, congratulations. My question is, living in the Western world, Qiyamah is the day that's been known from the day the universe and everything was determined. There are signs about Qiyamah, build up to the Qiyamah. What is your view about the major signs or any of those signs that have appeared, considering the state of our Muslim Ummah, in the afflictions and everything that's happening in the dunya at the moment? این جوان میگوید السلام علیکم، نامم ناصر رمضان است و از لندن هستم. او از سخنرانی های دکتر ذاکر نایک تمجید و قدردانی نموده و میگوید سوالم من حیث کسی که در جهان غرب زندگی میکنم این است که قیامت روزی است که نمیتوان زمان وقوع آن را از تاریخ جهان و همه چیز مشخص نمود. نشانه های بیان شده درباره قیامت که بعد از آن قیامت واقع می شود، نظر شما درباره نشانه های بزرگ قیامت و دیگر نشانه هایی که به وقوع می پیوندند چیست؟ خصوصا در کشورهای امت اسلامی و مصیبت هایی که در آن زمان در جهان اتفاق می افتد چی می باشد؟ بعد از آن آقای دکتر ذاکر نایک فرمودند برادر ما سوال کردند که نشانه های بزرگ قیامت و مصیبت هایی که پیش از او خواهد آمد چیست؟ تا آنجایی که به قیامت مربوط می شود، الله سبحانه و تعالی در سوره لقمان سوره 31 آیه 34 می فرماید همانا علم ساعت یعنی قیامت نزد خداست. یعنی زمان قیامت را غیر از الله هیچ کسی دیگری نمیداند. اما نشانه های وجود دارد، نشانه های کوچک و نشانه های بزرگ. بنابراین نشانه های زیاد قیامت وجود دارند. اولین نشانه است تشریف آوری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. یعنی زمانی که آخرین پیامبر بیاید بعد از آن قیامت قایم می شود. و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل به دنیا تشریف آوردند که یکی از اولین نشانه های قیامت بود. اما نشانه های زیادی وجود دارند. ما نمیدانیم که چه زمانی بعد از وقوع این نشانه ها قیامت قایم می شود. ممکن چند روز بعد، چند ماه بعد، چند سال بعد، 100 سال بعد یا 1000 سال بعد اتفاق بیفتد. ما نمیدانیم. و نشانه هایی هستند تا هنوز به حقیقت پیوسته‌اند. یکی از نشانه های قیامت آن است که اعراب بادیه نشین در ساختن بلندترین ساختمان ها با یکدیگر رقابت میکنند. و امروزه ما میدانیم که بلندترین ساختمان دنیا در یکی از شهرهای عربی در دبی واقع شده است که به عنوان بلندترین ساختمان در جهان است که همانا برج خلیفه می باشد. و این برج ساخته شده و حالا خبرهای وجود دارد که ساختمان دیگری در عربستان سعودی ساخته می شود که 1 کیلومتر یا بیشتر از آن ارتفاع خواهد داشت. بنابراین تا امروزه بلندترین ساختمان در جهان برج خلیفه است که 828 متر ارتفاع دارد و برجی که بعد از آن ساخته می شود از آن بلندتر خواهد بود. و دومین بلندترین ساختمان برج مکه می باشد که حدود 650 متر ارتفاع دارد. بنابراین دو بلندترین ساختمان در جهان توسط اعراب ساخته شدند و اینها از نشانه های قیامت هستند. نشانه های دیگر آن است که مردم مساجد را خیلی زیبا و گران قیمت تزیین می کنند. ببینید هر نشانه قیامت به معنای آن نیست که خوب است یا بد. بعضی نشانه هایش خوب است و بعضی نشانه هایش بد است. تشریف آوری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نشانه خوب بود. همچنان ما گفته نمیتوانیم ساختن بلندترین برج ها خوب است یا بد. ما گفته نمیتوانیم به دلیل این که ساختن بلندترین ساختمان ها نشانه قیامت است باید نسازیم که قیامت می شود. بنابراین ساختن برج های بلند به دلیلی که نشانه قیامت است کاری بدی نیست. ساختن مسجد های زیبا کاری بدی نیست. برخی نشانه ها بد و برخی نشانه ها خوبند. اما درباره خیلی از نشانه های بد نیز بیان شده است. و یک کتاب خیلی زیبا که توسط محمد العارفی درباره همه نشانه های خرد و بزرگ قیامت به تفصیل نوشته شده. اما تا آن زمان ما به عنوان مسلمین باید از قرآن و سنت پیروی کنیم. اگر قیامت بعد از 1 هفته یا 1 ماه یا 1 سال یا 1000 سال واقع شود، ما باید از قرآن و سنت پیروی کنیم. تا آن زمان قواعد مذهبی و عبادات ما عین چیز باید باشد. و نشانه های بزرگ دیگری از قیامت نیز وجود دارند که حضرت عیسی علیه السلام دوباره باز خواهند گشت
و عدالت را در جهان حاکم خواهد ساخت. او هرگز نخواهد گفت که خداوند است، بلکه پیامبر خداوند است. بعد از آن حضرت امام مهدی خواهد آمد و نشانه های دیگری نیز وجود دارند و کسانی که از امام مهدی پشتیبانی میکنند و با کفار میجنگند به بهشت خواهند رفت. بنابراین نشانه های زیادی وجود دارند که میتوانم درباره‌اش یک سخنرانی طولانی داشته باشم، اما امروزه ما به عنوان مسلمانان باید قرآن را بخوانیم و به آن عمل کنیم و از فرامین قرآن و احادیث صحیح پیروی کنیم. آن برای ما مهم است. امیدوارم پاسخ سوالتان را گرفته باشید. Who is the Antichrist and when it will come and who will fight with him? Can you enlighten on that? این شخص میگوید سلام، سوالم این است که دجال کیست و چه زمانی خواهد آمد و کی با او خواهد جنگید؟ می توانید در این باره روشنی اندازید؟ بعد از آن آقای دکتر زاکر نایک فرمودند: برادر ما سوال کردند که از نظر اسلامی دجال کیست و چه زمانی خواهد آمد و کی با او خواهد جنگید؟ احادیث زیادی وجود دارند که درباره دجال بیان میکنند که دجال خواهد آمد و حضرت عیسی مسیح دوباره به زمین برخواهد گشت. او توسط الله سبحانه و تعالی زنده بالا برده شد و این تشریف آوری او دوباره خواهد بود و او با دجال خواهد جنگید. و احادیث زیادی وجود دارند که درباره نشانه های دجال، این که او یک چشم دارد و غیره بیان میکند و بسیاری مردم دیدگاه های قدیمی را درباره دجال ارائه میکنند و حدیثی وجود دارد که درباره دجال بیان میکند. پس مسلماً قبل از پایان جهان دجال خواهد آمد و عیسی علیه السلام دوباره برخواهد گشت و او دجال را خواهد کشت. حضرت مهدی خواهد آمد و خلافت را برپا خواهد کرد. پس این چیزهایی است که بیان شده و این اساساً درباره دجال بیان میکند و احادیث اینچنینی زیادی وجود دارند که درباره او بیان نموده. آن شخص سوال نمود: آیا این پیشگویی ها در انجیل نیز عین چیز بیان شده؟ آقای نایک در پاسخ گفت: نه خیر، چیزهای زیادی را که بیان کردم در انجیل نیز ذکر شده، همچنان در قرآن ذکر شده. آنچه در قرآن ذکر شده و همچنان در انجیل ذکر شده ما موافقیم که آن درست است. اما چیزهای زیادی وجود دارند که در انجیل ذکر شده اما در قرآن ذکر نشده. این چیزها از جمله چیزهای مباح می باشند. و اما چیزهای نیز وجود دارند که در انجیل ذکر شده اما خلاف قرآن و احادیث صحیح می باشند. ما با آنها موافق نیستیم. بنابراین هرگاه شما هر کتاب مقدسی ادیان دیگر را که میخوانید، اگر انجیل باشد، اگر ویدا باشد یا هر کتاب مقدسی مذهبی دیگر که باشد، در آن 3 دسته موضوعات وجود دارند. دسته اول چیزهایی است که با قرآن و احادیث صحیح مطابقت میکنند و آنچه با قرآن و احادیث صحیح مطابقت میکنند شما باید از آن پیروی کنید و ما قبول داریم که آن درست است. آنچه خلاف قرآن و احادیث صحیح باشد ما میگوییم که آن غلط است و آن دسته که نه مطابق قرآن است و نه خلاف قرآن از جمله مباحات است، ممکن درست باشد و ممکن غلط باشد. و چیزهای زیادی در انجیل وجود دارند که درباره دجال بیان میکنند، مثلا اعداد 666 و غیره چیزهای نیز وجود دارند. اما به طور مختصر آنچه با قرآن مطابقت میکند با آن موافقیم، آنچه با فرموده قرآن مطابقت نکند با آن مخالفیم و آنچه نه مطابق قرآن است و نه موافق با قرآن آن مباح است، یعنی اختیاری است. ممکن است درست باشد و ممکن است غلط باشد. امیدوارم پاسخ سوالتان را گرفته باشید. دوستان گرامی، سپاس از این که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. لطفاً نظریاتتان را درباره این ویدیو با ما شریک سازید. جهت تماشای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فشار داده گزینه آل را انتخاب کنید تا از نشر ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید. برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید. تا نشر ویدیوی بعدی که باز انشاءالله خدمت حاضر می شویم، خداوند بزرگ یار و یاور همه ما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.